هرگاه گیرد خماری مادرم، هرگاه می سوزد از غم پیکرم، هرگاه دریا دوید خواهرم، ای برادر خانه ای تو می روم، ای برادر خانه ای تو می روم. در میان عمری رفته همچه باد، میرسد پندی پدر هر دم به یاد. در میان عمری رفته همچه باد، میرسد پندی پدر هر دم به یاد. تا بود روحی پدر از بنده شد، ای برادر خانه ای تو می روم، ای برادر خانه ای تو می روم. خانه ای تو خانه ای راز و نیاز، خانه ای افسانه های دلنواز، هرگاه گیرد خماری دل بناز، ای برادر خانه ای تو می روم، ای برادر خانه ای تو می روم. بختی مادرم، همزی دستان پدر یاد آورم. تا روان بینم روانی خواهرم، ای برادر خانه ای تو می روم، ای برادر خانه ای تو می روم. تا دم در جان خدارم توان، میکشد سوی تو پایم دودوان. تا مرا باقی این عمری روان، ای برادر خانه ای تو می روم، ای برادر خانه ای تو می روم، ای برادر خانه ای تو می روم.
خسته نباشید. سلامت خوش باشید. آمدید. درود دوستان عزیز و ارجمند، برنامه فضا است و چنانکه که شاهد شدید مهمان امروزه برنامه فضا هنرمند مردمی تاجیکستان امرالدین کبیری هستند که حضور ایشان را به برنامه فضا خیر مقدم میگویم و مطربانی که امروز در برنامه ما شرکت می‌ورزند شما را نیز خوش آمدید میگویم. دست شما در نکنه. سلامت باشید، زنده باشید. بسیار ترانه جذاب، بسیار ترانه زیبا بود و هنگامی که شما این ترانه را می‌سرودید راستی بغض گلوی ما را فشرد. زنده باشید. واقعا خیلی جذاب بود. خوش آمدید بار دیگر. زنده باشید. اگر درود پیامی به بیننده تلویزیون سفینه داشته باشید بفرمایید. اولا بسیار شادم که همین برنامه با نفوذ امروز در تاجیکستان از تلویزیون سفینه همه وقت صدا می‌دهد و بهترین هنرمندا و هنرمندایی که یک کب ذوق بلند دارند در این محفل‌ها دعوت میشوند و برای مردم یک چیز خوبی پیشنهاد میکنند. بسیار منتپذیرم با کارمندان تلویزیون سفینه و شادم از آنکه امروز همین انسمبل شش مقامی نزد مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان را همه انمی هنرمندان اعضایان انسمبل شش مقامی ولایت ختلان هستند و امروز هنرنمایی کرده ایستادند. بعد من با چندین نفر و چندین هنرمندایی است که ان که برای مردم، برای سرزمین، برای کشور ابیات‌های ایجاد کردن، تیار کردن و پیشکش مردم می‌گردانند. خسته نباشید. تشکر زیاد. بعد از تاریخ ترانه‌ای که در آغاز برنامه پیشنهاد کردید برای بیننده گفته باشید. یک ترانه‌ای بود که خیلی جذاب بود و بزرگی شعر و کلام بده نیست، همین است که در یک قالب خورد، در یک چند مصرع خورد تصویر و داستان بزرگی را جا میکنند. بله. شاید اگر این مصرع هایی که شما در آغاز برنامه خوانید، ترانه‌ای که شما زمزمه کردید، اگر ما در قالب نثر بنویسیم شاید یک داستانی بزرگ شود. بله. بله. ولی بزرگی شعر نیست، همین است که این همه داستانی بزرگ، این همه واقعه های بزرگ را در چند مصرع جا میکند و اونقدر متاثر و خوش است و اونقدر متاثر و دلپذیر است که کس وقتی اون را میشنود خودش را در همون محیط، در همون فضا تصور میکند و در عمق وجودش جا میشود. براستی این پیدایش همین ترانه من در تلویزیون یک روز تماشا کردم. پیشوای معظم ملت اگر خطا نکنم یا در ناحیه مسچاه بود، در همون منطقه های ولایت سوخت در بین مردم برآمد کرده و بعد همین سخنرانی کرد که انا من موقع خشتباری، دوستی، برادری و انمو خانه پدری که 10 نفر در اونجا تولید میشن، بزرگ میشن و کمال میرسن و همین مثل کبوتران پرواز کرده میروند با اون خانه دیگه کسی بر نمیگرده. کسی اون خانه پدر اهمیت نمیده. انمی چیز، انمی خشتباری و انمی در بین مردم، در بین مردم اهالی تاجیکستان کاسته شدگی است. همین سخنان را بسیار به من هم پسند شد و یک روز یا 2 روز بعد وزارت فرهنگ بیام یک ژورنال را اونجا پیدا کردم. ژورنالی به فیلم فیروزه یا سعادت بود یا فیروزه بود، هم اما که شده بدون در صفحه اول نمی سرود. این سرود میخوانم همین خیلی که همین آهنگش تیار است. آهنگش تیار است. بله. و در حال خی در اصل همین چیز کاسته است در تاجیکستان. امروز برادر با برادر قهری است، مثلا همسایه با همسایه قهری است، گپ نمیزنه. در یک ده زندگی میکنند، چندین نفرها از همدیگر رنجیدگی هستند و همین چیزا یک چیزی برای مردم، برای ذهن مردم زیادتی است. بله. و باید هرچند که این یک فرهنگ کهنی ما هست. بله. برادری و همزیستی و بله. همسایگی و همقومی و این چیزا یک فرهنگ قدیمی بله. ما است که از عذاب آمده بود. بله. و همین گونه یک فرهنگ مستحکمی بود که باید این رو حفظ کرد. بله. و در من همین چیز خیلی گرفتن آهنگ موندیم که بسیار با مردم پسند است و در همون اینترنت همون مردم پیدا کردگیان بسیار سخنهای عالی می نویسن، سخنهای خوب می نویسن و همه وقت هم رحمت میگن. نمیدونم اکن البته همون چیزی که پسند است برای همون رحمت میگن مردم، چون مردمی است، به مردم زود میرسه. بله. همین سخنهای همین گرچند سخنهای عادی باشن یکی بسیار مضمونی بلندی همین زندگی داره که واقعا یعنی که به همین خاطر مردم اینو بسیار خوش قبول کردن. پیدایشی همین سرود همین است. و عجیب است که یعنی یک حادثه می شود، یک واقعه می شود که یک نفر شاعر را وادار می کند که آن را تصویر کند، یعنی در قالب نظم و نثر وارد کند و
بعدتر وقتی که این در قالب آهنگ می درآید باز هم جذاب‌تر می شود، باز هم شنیدن‌تر و زیباتر می شود. خسته نباشید. باز چی ترانه آوردید؟ باز یک ترانه دیگر از رستم وهاب برای مردم. و شما نیز اشعار زنده استاد رستم وهاب هستید. خسته نباشید. زنده باشید. همان آثار منصور است این دفتر نمی سوزد، این دفتر نمی سوزد. مزن آتش بر خاکستر که خاکستر نمی سوزد، که خاکستر نمی سوزد. ببینم غرق در ناری شفق فوجی کبوتر را، ببینم غرق در ناری شفق فوجی کبوتر را، ستیری کوه می سوزد هر کفتر نمی سوزد، هر کفتر نمی سوزد. ستیری کوه می سوزد هر کفتر نمی سوزد، هر کفتر نمی سوزد. شب یلدای انسان است فروغ از صبح دولت شد، چراغ در جهان مثل دل مادر نمی سوزد، اگر چی یک بخور و دفتر و دیوان در آتش رفت، یقینم شد گمان می سوزد و باور نمی سوزد، اوه باور نمی سوزد، یقینم شد گمان می سوزد و باور نمی سوزد، اوه باور نمی سوزد.
شیان زینبا تهی باغه که شب نمدارد از کوثر نمی سوزد از این گلخن که مهر میهنم در جان من افروخت عجب باشد اگر بر خاک من مرمر نمی‌سوزد آه مرمر نمی‌سوزد چراغ در جهان مثلی دل مادر نمی‌سوزد دل مادر آفرین آفرین استاد، خسته نباشید، زنده باشید. بسیار مقبول بود و این سرود خیلی تضاد زیبا داشت. بله زنده باشید. تضاد عجیب هم داشت و میگفت جای گمان از بین می رود و باور نمی سوزد. بله باور این وقت نمی سوزد و واقعا هم و چراغ مثل چراغ دل مادر نمی سوزد. بله دل مادر نمی‌سوزد. چراغ در جهان مثل دل مادر نمی سوزد و واقعا هم خیلی تصویرهای جذاب و زیبا داشت و ترانه های استاد رستم وهاب رو زیاد انتخاب میکنید. بله هر چیزی که رستم وهاب نوشته میکرد و من پیشنهاد میکردم اول که همین کنی سرودبا باشد اگر یک آهنگ اینه بمان. خب همین خیلی از رستم وهاب قطعی همین جور گشتیم و زیاده از 100 غزل رستم وهاب آهنگ بستگی هم که میخوانم به مردم رسانده ایستادم. خب این ترانه رو که ایجاد کرده؟ این ترانه هم در همون قرقیزستان پیدا شدگی است. تولیدش در همون در یک محفل همین پیشنهاد کرد که همین یک تاریخ تاجیکستان است. یک تاریخ مردم ما که همون هیچ وقت انسان باید همه وقت باید باوری داشته باشد. هر کاری که همت میکنه و خیلی معنی فلسفی بالا نیز دارد. بله. و خیلی لذت بردم. زنده باشه. شعر وقتی که با وجود و عمق انسان تاثیر میکند خیلی این هدف رس است. یعنی همان وقت تاثیرگذار است شعر که وقتی شنونده آن را میشنود یک دنیای معنویش دیگر میشه. بعد گمان میکنم که همین آهنگ هم در همین شعر همین خیلی که برای همین شعر ایجاد شدگی است و برای همین شعر خیلی دروازه شده بسیار بسیار انمو کشیشا و انمو نازکی همین هم یک فلسفه بهت بزرگ است و همین آهنگ اونقدر روح شاعر را بیان کرده است، اونقدر وجود شاعر را بیرون برآورده است که خب فکر میکنم انمون هر نفری که میشنود با انمون درک روح و روان شاعر میرسه. بله زنده و باشه. فکر میکنم که این روح و روان، این درد، این همین احساس در وجود آهنگساز نیز بود. بله که این گونه تاثیرگذار این ترانه ایجاد شد. خسته نباشید استاد. و در کدام حالت آهنگ ایجاد میکنید شما؟ کدام حالت روحی شما رو اصلا یک شعر گفتن یک آهنگ ایجاد کردن این وقت معینه داره. واقعا درست. این حالتش چگونه است؟ کدام حالت بعضی وقت مثلا یکی غمگین میشه آدم، مثلا یکی غمگین میشم همین دیگر مانده میشم، همین ناخواست همین یک چیزی پیدا میشه یا در وقت خرسندی، در وقت شادی، یک وقتی همین زیبایی همون روزای یک چیزی پیدا میشه یا در راه رفته هم یک چیزی پیدا میشه از همون در همون قپیده میگیریم بعد آمده بعد همون بالای وای همین آهسته آهسته کار میکنی. همین خیلی است. این وقتی معین نداره. خسته نباشید. باز چی ترانه نداره دوستان؟ باز یک چیزی بلبل داریم از همین رستم وهاب که کنی ببینیم بلبل چی میگفته باشه. خب این ترانه نامش بلبل است؟ بله. این بسیار سخنی بلند است و یک فلسفه عجیبی خیشه داره. خب بفرمایید ما گوش و هوش میشویم و این ترانه را گوش میدیم.
مایستان را مایستان می کنه با موج آوازد رسول منطق و طیری و از عطار میخوانی نوای بار بدراهه کس شد تو نمیدونم هزار سال تنها تو همان ادوار میخوانی هزار سال تنها تو همان ادوار میخوانی کلاه جستن صف مجگان به هم بستن پره از کج کلاه جستن صف مجگان به هم بستن سر بر آسمان بالا قلندروار میخوانی سر بر آسمان بالا قلندروار میخوانی مشتی پری آخی نمی ترسی که درگیری زبان شال در منقار ریاتش باد میخوانی همان داند که مشت خواه که تو با خون دل آمد کدامین راز میگویی کدام اسرار میخوانی کدامین راز میگویی کدام اسرار میخوانی سر بر آسمان بالا قلندروار میخوانی خیلی آهنگ جذاب بود و گویی که این آهنگ محض برای همین شعر بود. بله بسیار بسیار اوج‌های خیلی زیبایی داشت که همون روحیه و مضمون شعر از
دلچسبتر میکرد، نشان رستر میکرد، خاصتا اوجهای آخری که در این ترانه بود. من استاد اصلا همچون یک نفری که شنونده هستم به امیدی هم به همین خاطر خیلی اوجها دلچسب بود. بله. و اکنون همش وابسته به همین مضمون همین غزل است. و شما نیز بلبلوار این ترانه را زیبا سرایید. زنده باشه. و یک مصرع خیلی عجیب داشت، اونقدر تو تکرار میخونی کسی به تو ایراد نمیگیرد. اگر من یک مصرع تکرار گویم همه به من خوردگیری میکنن. همین بلبل اصلا این قصه بلبل است. بله بله. همین بلبل اصلا 100 نغمه میخونه. بله. این یک سر میخونه 100 نغمه، در همین 100 نغمه یگان بار تکرار نمیکنه. همین 100 نغمه هر یکش همون ساختی خودش و همون آوازی خودش و همون چیزی خودش دارد. 100 مراتبه میخونه با از سر نو همون با تکرار میکنه. بلبل همین قاعدهش همینه. همون سرودش همینه. هر سحر یک آهنگ رو تکرار میخونه، یک سرودش. عجیب. دائما همین تکرار به تکرار میگه و بعد عاقبت که چی میگه همین بلبل؟ چی مقصد داره؟ بله. این غیر همون ذات پاکی که اون تولید کرده است. همون ذات پاک میدونه که بای مثلا مرغ چی میگه اینقدر فریاد میکنه؟ اینقدر جان دارای هستن اینا فریاد میکنن، ناله میکنن، اینا کی میدونه؟ و شما هم درد دلی بلبل رو در همون اوجهای خیلی زیبا زیاد زیبا بیان کردید. خسته نباشید. این چگونه احساس در چگونه حالت این ترانه رو ایجاد کردید؟ من مطمئنم که این یک حالت خیلی بغض، یک حالت خیلی احساسی بود. بله همین باور کنید وقتی که همین هنرمند همین از همون مضمون با خبر همین واقعه را میدونه یا یک جگو که پری از کج کلاه جسته صفی میجگان به هم بسته. بلبل وقتی که میخونه مثلا وقتی که همین آواز میته همین موی های تاری سری وی همین راست میشوند، همین تاری سر موش همین راست میخیزه و بعد وی همین سروداش رو میخونه. انا همین باور که وقتی همه همین چیزا رو درک میکنی، دردی دلی همون بلبل همون آوازی همون شیرینی بلبل که میشنوی یک راحت میکنی و یک چیز این یک سحر من همین چیزا باور که همین بهارای در پشت تریزم در قرقیزستان بود. در پشت تریزم همین از خانه او طرفتر که یک باغ بود خیلی بلبلی زیاد داشت. همین یک بلبل نگاه از تریزم نگاه میکنه همچنان خوانده ایستاده است و همین تا بعد اهمیت دادم همین تاری سرش همین موهاش هم راست میشن و بعد سرودخوانی میکنه. این همین چیز بعد همین پیدایشش از همونه نگاه کرد یک راحتی کرد یک کیفیت بردم گفتم این جاندار خدا را بین که در این سحری قدر ناله های خوب میکنه. و در اشعار کلاسیکان نیز در باره عندلیب شعرهای خیلی زیاد است. بلبل را در تمام شاعران فکر میکنم که در وصف بلبل شعر گفتن و این هم اسرار خوش آوازی و خوش بیانی بلبل است. زنده باشه. و شما نیز بلبلی برنامه امروزه ما بدید. زنده باشه. خیلی جذاب بود، خیلی ترانه‌های پرمضمون و والا بود و کم هستن هنرمندانی که این گونه ترانه‌های پرمضمون و فلسفی را انتخاب میکنن. بله. یعنی هنرمند باید انم خودش باید همین چیزا رو درک کنه. وقتی هنرمند شعر میفهمه با مضمون بعد در داخلی و همین درآمد جوش میزنه همین بعد وای کیفیت خودش همین بخوای نخوای یک چیزی خوب پیدا میشه که وقتی در گوینده همین چیز معقول شد. ده هنرمند این بخوای نخوای با مردم معقول میشه. یعنی وقتی انسان یک کاری ایجادی میکند، یک چیزی رو تولید میکند، باید خودش اول از اون کاری که میآفرد لذت برد. وقتی که خودش لذت بود یقینا به دیگران نیز پسند میآید. زنده باشید استاد و من از حضور شما در برنامه امروز فضا زیاد افتخار از آن میکنم که امروز نیز هم صحبت شما بودم و قبلا نیز یک برنامه خوب همراه شما در برنامه فضا پیشنهاد کرده بودیم و این برنامه همیشه برای شما است. هر وقتی که دلتان خواست، هر وقتی که ترانه‌های تازه و نو ایجاد کردید میتوانید تشریف بیارید و برای بیننده تلویزیونی سفینه، برای مخلصان خود پیشنهاد کرده باشید. خب اینجا به انتهای برنامه نیز رسیدیم. در انتها چه ترانه پیشنهاد؟ یک ترانه از دلاور میرزا میخوام برای مردم برسونم. چی ترانه است؟ در لبی آب کبود، همه واقعه ها در همون لبی آب کبودی که در حایط وجود داره در همون لبی آب کبود شده گذشته است
خانم دلار میرزا از همون منطقه است، یک چیز بسیار خوشروکی گفت است برای مردم. باشد، خسته همین نباشید. میخوام رسول با مردم. و دوستان عزیز، همینجا به انتهای برنامه امروزه فضا رسیدیم. یادآور میشم که مهمان برنامه ما بودن هنرمند مردمی تاجیکستان امرالدین کبیری که ترانه‌های جذابشان برنامه ما را باز هم زیباتر کرد و در انتها باز هم یک ترانه جذاب پیشنهاد شما می شود. تا برنامه دیگر با شما خیر خوش میگویم. من و تو شیشته بودیم در لبی آبی کبود، من و تو شیشته بودیم در لبی آبی کبود. ای خوشا در دلی شب پیش ما کسی نبود، ای خوشا در دلی شب پیش ما کسی نبود. در لبی آبی کبود، در لبی آبی کبود، در لبی آبی کبود، در لبی آبی کبودی. آفتاب حسن تو پرتو افشانی نمود، آفتاب حسن تو پرتو افشانی نمود. ماهتاب آسمان گشته از رشک کبود، ماهتاب آسمان گشته از رشک کبود. من و تو شیشته بودیم در لبی آبی کبود، من و تو شیشته بودیم در لبی آبی کبود. ای خوشا در دل شب پیش ما کسی نبود، ای خوشا در دل شب پیش ما کسی نبود. در لبی آبی کبود، در لبی آبی کبود، در لبی آبی کبود، در لبی آبی کبودی. لب من از لبی تو یک دم کام گیری، لب من از لبی تو یک دم کام گیری. دل دیوانه من شکر آرام گیری، دل دیوانه من شکر آرام گیری. من و تو شیشته بودیم در لبی آبی کبود، من و تو شیشته بودیم در لبی آبی کبود. ای خوشا در دلی شب پیش ما کسی نبود، ای خوشا در دلی شب پیش ما کسی نبود. در لبی آبی کبود، در لبی آبی کبود، در لبی آبی کبود، در لبی